بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، دوستان عزیز، پیروان قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم، چونه‌ای که برای همه من و شما معلوم است که وقتی که ماه ربیع الاول وقتی که داخل بشود، می‌بینی که از اهل بدعت کسانی هستند که این مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یعنی سال تولد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را جشن میگیرند و چقدر از بدعت و خرافات را مرتکب میشوند. یکی از اونها یعنی جشن گرفتن همین است و باز در داخل این دیگر از بدعت و خرافاتی که از اونها صورت میگیرد. و همچنین میبینی که در این وقتا اونها ادعا میکنن اینکه یعنی جشن گرفتن مولود پیامبر صلی الله علیه و سلم از علامت‌های محبت او است و سرزنش میکنن کسانی که ایرا جشن نمیگیرن بلکه ایرا بدعت میدونن. اونها را سرزنش میکنن که شما پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست نمیدارید و ولیکن در جواب اونها گفته میشود اینکه آیا شما جشن تولد پدرتان آیا جشن میگیرید که وفات کردگی است یا که در قید حیات باشد؟ از مادرتان جشن میگیرید؟ از ائمه و علمای اهل سنت و جماعت که مشهور و معروف و معلوم هستند اونها را جشن میگیرید؟ پس اگر نه، پس این هم با آن طوری که شما استدلال میگیرید، آن طوری که شما پس میگید با طبق گفته شما، پس شما را محبتی به پدرتان و محبتی به مادرتان ندارید، زیرا اونها را جشن نمیگیرید. لذا هم چنین سخنها را میگن. البته برای من و شما معلوم است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زمانی که بر مردم خطبه میکردن و میگفتن که اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی صادق ترین حدیث و سخن این کتاب الله عز و جل است. و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم، و بهترین هدی و راهنمایی این راهنمایی محمد صلی الله علیه و سلم است. و شر الامور محدثاتها، پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که مردم خطبه میکردن میگفتن و شر الامور محدثاتها، و بدترین امرها این امرهای نوآوری است. این نوآوری در دین، نوآوری در دین. چرا؟ الله سبحانه و تعالی میفرماید که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز دین را برای شما تکمیل کردم. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که و شر الامور محدثاتها، بدترین امرها این نوآوری در دین است. و کل محدثه بدعه، و هر نوآوری در دین این بدعت است. و کل بدعه ضلاله، و هر بدعت این ضلالت و گمراهی است. هر نوآوری در دین این بدعت است و این ضلالت و گمراهی است. و کل ضلالة فی النار، و هر ضلالت و گمراهی سرانجامش آتش جهنم است. سرانجامش آتش جهنم است. و همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، هر کسی که اگر با وجود بیاورد در امر ما، در دین ما، در روش ما یک چیزی را در دین، هذا ما لیس منه فهو رد، در حالی که او در دین ما نیست، پس او رد است، مردود است، قبول نیست. و حتی در حدیث دیگر میاد که من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد، هر کسی عملی را انجام بدهد که لیس علیه امرنا، امر ما بر اون باشد، پس او مردود است، او رد است و او قبول نیست. و همچنین حدیثی که بر روایت ارباض ابن ساریه رضی الله عنه است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که انه من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، کسی که اگر زندگی میکند بعد از من اختلافهای زیادی را میبیند، فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، پس لازم بگیرید سنت من را و سنت خلفاء راشدین را، سنت من و سنت خلفاء راشدین، روش من و راه روش خلفاء راشدین مثل ابو بکر و عمر و عثمان و علی الصاحب از اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی تمسكوا بها و عضوا علیها بالنواجذ، یعنی شما محکم بگیرید سنت من رو
و سنت خلفاء راشدین را و عضوا علیها بالنواجذ، یعنی با دندانهای کرسیتان اون محکم بگیرید. این نهایتی یه بیانگر است که یعنی بسیار اختلاف ها به وجود میآید، نوآوری در دین مردم ایجاد میکنن و یک عمل را انجام میدن که پیروهاشون و انجام میدن و او را نسبت به دین میدهند که بدون شک این مخالفت با دین است، مخالفت با حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و راه روش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که و ایاکم و محدثات الامور، بر حذر باشید از نوآوری های در دین، از نوآوری های در دین. فان کل بدعه ضلاله، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که همان تمام بدعت سرانجامش ضلالت و گمراهی است. پس لهذا بدعت حسنه ما در نزد سلف و در شریعت و دین الله سبحانه و تعالی نداریم، گرچه که بعضیا گفته باشن این خطا است و اشتباهی بزرگ است که علما را بیان کرده است. کل بدعت ضلاله، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تمام بدعت، یعنی بدعتایی که نوآوری که در دین میشود، ضلالت و گمراهی است. و این حدیث بیانگر این است که یک مسلمان باید که بر حذر باشد و اجتناب کند از نوآوری در دین و از رفتن به انجام دادن بدعت و خرافات و در همچین محفل ها شرکت کردن. اولا انسان باید از الله سبحانه و تعالی ثابت قدمی را بخواهد و جمعیت این گونه کسانی که این گونه محفل ها را انجام میدهند و زینت میدهند محفل هاشون با خوردن و نوشیدن و با شعر گفتن، او را به گمراهی نکشاند، این شخص را به گمراهی نکشاند. فکر نکند که اینا پس بر حق هستند، زیرا ببین تعداد خیلی زیاد است این انجام میدهد و نیت خوب دارن، قصد خوب دارن. نه، قصد خوب و نیت خوب زمان شخص پاداش میگه که و عمل در شریعت موجود باشد و عمل در شریعت موجود باشد. واسه از اینا بپرسید که همین عمل که شما میکنید اجر است یا یک گناه؟ بلکه میگن که نه، اجر است، ثواب است. پس براشون گفته میشود که وقتی که اجر و ثواب باشد، در کجا شریعت اجر و ثواب را تعیین کرده است؟ در کجا شریعت و دین الله سبحانه و تعالی اجر و ثواب را تعیین کرده است؟ زیرا وقتی که ما میگیم این اجر است و این ثواب است، باید که دلیل از کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم داشته باشیم. متوجه کرده میشه که باید که بر حذر باشیم از بدعت و نوآوری و جمعیت و زینتی که محفلشون را میگیرند با آب و تاب میدهند شما را فریب نکند. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میفرمادند که این نقتدی ولا نبتدی، ما اقتدا میکنیم، ما شروع نمیکنیم بلکه ما اقتدا میکنیم، ما پیروی میکنیم. و نتبع ولا نبتدع، ما اتباع و پیروی میکنیم و ما بدعت انجام نمیدهیم، نوآوری در دین ایجاد نمیکنیم. ولن نضل ما تمسكنا بالاثر، و ما هرگز گمراه نخواهیم شد وقتی که ما تمسک جستیم، پیرو شدیم به اثر، به حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و از سلف اتباع و پیروی کردیم، ما هیچ وقت گمراه نمیشیم. از این خاطر باید که یک مسلمان متوجه باشد در این مسئله که این عمل گرفتن جشن مولود این یک بدعت است و اینکه ادعا میکنیم که این از علامت محبت است، در حالی که این از علامت محبت نیست. از علامت محبت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این پیروی از سنت رسول صلی الله علیه و سلم است، چون که الله سبحانه و تعالی میفرماد قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، بگو ای پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر شما دوست بدارید الله عز و جل را، فاتبعونی، پس ای پیامبر بگو که من پیامبر را اتباع و پیروی بکنید، از سنت او اتباع و پیروی بکنید. همانا در اتباع سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هدایت است. و این تطیعوه تهتدوا، اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم را اطاعت کردید هدایت میشوید. لهذا از علامت از محبت الله و از محبت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چه وقت میفهمیم؟ این است که شخص متبعی از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. آیا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همه خیر رو برای اصحابش گفتن یا اینکه نعوذ بالله من ذلک در بیان کردن خیر بخیلی کردن و در رساندن رسالت خیانت کردن؟ اگر این مشروع میبدک و از جمله خیر و حسنه میبدک، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شخصی بودن که از همه بیشتر دستی دراز در انجام دادن عملهای خیر بودن و عمل انجام دادن. اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از همه دیده در انجام دادن عمل خیر شتابکار بودن، چون که الله سبحانه و تعالی میفرماید فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم، یعنی اونها اولین درجه از کسانی بودن که عملها را انجام میدادن و شتاب میکردن و حرکت میکردن و این عمل انجام میدادن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وفات میکند، بعد از او 47 سال میگذرد. مادرمون عایشه رضی الله عنها در قید حیات است،
جشن نمیگیرن. ابو بکر وفات میکند هیچ احد از صحابه جشن نمیگیرد. عمر وفات میکند هیچ احد از صحابه جشن نمیگیرد. همینطور عثمان و همینطور علی رضی الله عنه و همینطور سایر صحابه و همینطور از ائمه اربعه ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعی، امام مالک و احمد حنبل رحمه الله، هیچ که از اینها ایرا جشن نمیگیرند و این محفل در این محفل اینه که ایرا همچون یک محفل و در ایرا جشن نمیگیرن و اجتماع نمیکنن و جمع نمیشون تو اینکه جشن بگیرن. پس چگونه یک نفر با وجود این همه ادله امیر خیر میگه و همین روش بهتر میگه و همین جشن میگه؟ با کدام دلیل و حجت، با کدام عقل و منطق امیر جشن میگیرد؟ اگر بگن که ما با این طریق مردم دعوت بکنیم به اسلام، براشون گفته میشود اینکه اسلام از خودش برای دعوت کردن قاعده دارد، راهنمایی دارد و دعوت کردن باید به منهج و طریقه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد. دعوت کردن باید به منهج و طریقه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد، زیرا دعوت کردن این عبادت است و عبادت به همون طریقه صورت باید بگیرد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انجام داده است. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخونید همون طوری که من را دیدید که نماز میخونم. لهذا دعوت کردنم قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. پس دعوت لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. پس دعوتم این عبادت است، مردم را به سوی دین اسلام دعوت کردن این عبادت است. پس باید این به وفق و طریقه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد. لهذا دین تکمیل است و نباید که انسان در دین چیزی از نوع آوری ایجاد بکند، زیرا نوع آوری در دین نهایتش ضلالت و گمراهی است، دوری از منهج سلف است، دوری از منهج سلف رحمه الله است. گرچه که یک نفر با او قصدش خیر باشد، ولیکن ببین اهل بدعت و از خوارج و از جهمیه و از مرجئه و دیگر کسانی که اعتقادهای باطل برداشت کردن، اونها و یحسبون انهم یحسنون صنعا، گمان میکردن که اینها عمل خوب انجام میدن، گمان میکردن که عمل خوب انجام میدن. لذا دین الله عزوجل با گمان عبادت نمیشود، با گمان پیروی نمیشود. ببینید که از فرقه های باطل و اهل بدعت یک عمل را انجام میدن، هدفشون نیتشون خیر است، ولیکن وقتی که عمل در شریعت ممنوع است، وقتی که از جزء بدعتات و خرافات است، پس انسان باید که بر حذر باشد، دیگه در اوجا به نیت نگاه کردن نمیشود، به ظاهر عمل نگاه کردن نمیشود. الله عزوجل من شما را توفیق بدهد که تا اینکه متبع از سنت رسول صلی الله علیه و سلم باشیم. تعصبیت باعث می شود که انسان حق قبول نکند، تعصبیت باعث می شود که انسان کبر و غرور بکند، تعصبیت سبب می شود که انسان نمیخواهد که حق بشنود، حتی تفکر و اندیشه نمیکند، حتی یک لحظه نمیخواهد که حق را بشنود. از این خاطر دعا میکنیم که الله عزوجل اونها را از این بیماری بزرگ تعصبیت است اونها را دور بکند، اونها را به طریقه راه صحیح و درست الله سبحانه و تعالی اونها را هدایت بکند. ما مگر با اونها جز خیرخواهی دیگر چیز دیگری قصد نداریم. هدفمون این است که اونها عمل را انجام بدهند که پیامبر صلی الله علیه و سلم را انجام داده است، اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را انجام داده است، از سلف رحمه الله ثابت باشد. وجل همگی ما شما توفیق بدهد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.